امروز اومدیم با شمشیرهایی که قابلیت خفن دارن. هی سلام بچه‌ها، سفرم از کال سبر اسپیار. بچه‌ها چطورین؟ تو این ویدیو ماینکرافتی قراره بریم با هم ماینکرافت بازی کنیم، اما شمشیرایی داریم که قابلیت‌های خیلی خفنی دارن. مثل همیشه اگه دوست دارید سری ماینکرافت هممون رو ادامه بدیم، لایک‌ها رو منفجر کنید، همش به لایک‌های شما بستگی داره. اگه جدیدید حتما کالو رو دنبال کنید. من سیروسلی ام و اینجا سیرک بنده است و دور هم میخندیم و اشغال میکنیم. کامنت هم برام بذارید که همه کامنت ها رو میخونم و کامنتاتون انرژی مثبت برای منه. خیلی دوستتون دارم. اسپیار شاپ دوتا رو فراموش نکنید. برای خرید اکانت فلکس قانی ممکنه برای ورود با های پیکسل که بری های پیکسل اشغال کنید. زیر 24 ساعت اکانت ها براتون ایمیل میشه و پشتیبانی خفن. کانال روبیکامون هم حتما عضو بشید که تمام دیتا پک هایی که میریم و اونجا براتون میذارم و خبر استریم و ویدیو اینام داخل کانال روبیکامونه. لینک کانال روبیکا و سایتمون هم داخل توضیحات هست. دیگه برید شرح بریم سراغ شمشیرها و قابلیت‌های خفنشون. Let's go to the video. خب بچه‌ها ببینید کجا اسپان شدیم، روی نوک قله و برام خیلی جذاب بود. گفتم اینجا ویدیو رو شروع کنم. حاجی 50 بار افتادم پایین و دمیج خوردم. به این میگن توپولوف. مثل همیشه بازی از چوب کندن شروع میشه. بریم دنبال چوب و این چوبا رو بکنیم و اشغال کنیم. این از 4 تا چوب اینا رو تبدیل میکنیم. یک رفتین یه دونه عینا. بعد ببین میای اینجا، خب یه دونه کلنگ سیروسلی درست میکنی، کله رو میدی پایین، همینو میری پایین. ببین اشغال بازی. میریم دنبال سنگ. من نه چرا همیشه کله‌مو میکنم پایین به سنگ. نه کوچ چقدر اومدیم پایین به سنگ نرسیدیم. چرا آخه به 16 تا سنگ نیاز داریم. چرا سنگ داریم ولی سنگستون نداریم. جوکای بامزه با سپر اسپیار قهار. اوه بچه‌ها اینجا یه قاره سوسکیه. حاجی آهن. مثلا میگن انسان به دنبال پوله، منم دنبال پولم. بچه‌ها اینو بدید به من. پول یعنی آهن تو بازی ماینکرافت. اینو میذاریم اینجا. یه دونه کلنگ سنگ. میدونم بچه‌ها هیچی نمیبینید، منم هیچی نمیبینم. این چیز کاملا عادیه و به صورت اسپیدرانری میریم سراغ آهنا. ببینم یه تورچ، یه زغال اینجا نداریم ما یه دونه تورت درست کنیم. به من مشعل بدیم، به من زغال بدیم. به آقا کریپر خودش اینجا رو روشن میکنه. حاجی احساس میکنم خیلی داریم میریم پایین و به زغال هنوز وای کمک. وای حاجی چند تا کریپر اینجا. الان میمیرم. حاجی من چوری من نمیدونم بچه چوری زندم. من آهنامو کندم. من اینجا میرم بیرون. من چجوری باید برم؟ زغال بچه زغال پیدا کردم. اینو بده من. اینو بذار اینجا. اینو بندا پرت کن این رو. به بچه تورت دارم سعی میکنم بچه جایی که امنه رو آهناشو وای صدا اسکلتون میاد. من رفتم. حاجی ببینید اینجا شن داره میریزه. من بهتون قول میدم عشق میکنید سپر پیش بینی تو کامنت ها الهی دورت بگرده. حاجی این بلاکای چرت و پرتو میدید به من بیام بالا اینجا. کمک، من میخوام بیام اینجا بیرون. کمک. درد داریم بچه. اینا استفاده میکنیم میایم بیرون و یه ذره بچه چوب بکنیم چون شمشیر ویدیو درباره شمشیرا. شمشیر اولمون با چوبه و چوب زیادی هم میخوایم. خب چون شمشیر چوبی میخوایم درست کنیم. لایک محمد. من یه پرندم آرزو دارم تو موقعم باشی. من تو خونه تنگ و تاریکم. حاجی کنسرت بذارم فکر کنم هیچکی بلیتشو نمیخره. ایول فکر کنم حاجی 36 تا چوب دیگه بسته. ایشالله که بسته. بریم این ویلیجم غارت کنیم. حاجی به من گندم میدید؟ من واقعا نیاز به آیرن گولم رو گندم هست. بریم برای یه گندم بازی. به آدم باهوش میدونید چیکار میکنه بچه‌ها؟ ببین عقل، تکنولوژی، هوش. بد نگاه میکنی بابا، بد نگاه میکنی. وای پام خورد داداش ببخشید. بیا میخوای چیکار کنی؟ قدت نمیرسه. آخه
حاجی نمیتونم بدوام. یه کرافتینگ تیبل به من نون درست کنم. من نم چه جوری حاجی تو کرافتینگ تیبل نون درست میکنه. من هنوز نفهمیدم. بعد 6 7 سال بازی کردم میگه هنوز نفهمیدم چه جوری داخل جعبه ابزار کار میشه نون درست کرد. من عقلم نرسیده چه جوری هم چیزی امکان پذیره. به بریم اینجام غارت کنیم. اصل کار اینجاست دیگه. برو بیرون بابا. حاجی 2 تا شمشیر. افتادیم جلو این کلاه هم بذار سلام بچه. برای شمشیر اول چوب زیادی ما نیاز داریم. حالا من نمیدونم دقیقاً چند تا اینا نیاز داریم. ایشالله که 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا بسته بچه. اینا رو میذاریم اینجا. یه شمشیر داوودعلی بچه این چرا قیافه نداره؟ وای اینا واه حاجی این چه خفنه. واه حاجی جا نمیشه تو دستم. کمک. چجوری با این میشه کار کرد؟ الهی دورت بگردم الان تو. اوه حاجی چه او مای گاد بچه. وقتی کیو میزنم از دور دمیج میده. سبحان العلی. شمشیر چوبیه اینه، شمشیر سنگی و آهنی و اینا چجوریه؟ یا اینجا الان من اینو پرت کنم. تو بچه یه محدوده خیلی کوچیک اینا رو با هم دمیج. حاجی این ببعیه چه تو آبه؟ تو نابغه ای میدونستی؟ شمشیر بعدیمون با سنگ یا همون کابلستونه. اول از همه باید تورچمو بده. باید اول از همه بچه یه دونه کلنگ آهنی داریم. ایول نه از کجا اومد کلنگ آهنی؟ به حاجی معدن سنگ. بریم اونجا یه ذره سنگ بازی کنیم. شمشیر سنگیمون هم درست کنیم بچه. مثل که شمشیر سنگیو میشه پرت کرد اینطور که من خوندم. بریم ببینیم چه جوریه، چه استفاده میشه این شمشیر داوودعلی بکنیم. لوبو هم داریم اینجا. ببینید من 35 تا جمع کردم. ایشالله که بسته. ببین ما چند تا میخوایم؟ 8 تا میخوایم. درست شد. ایول 1 2 3 4 5 6. یه دونش نیست. اینجاست. ایول یعنی الان میده. واه حاجی چه خفن. بریم تست کنیم. بریم تفاوت فرق شمشیر چوبی چرخنده و سنگی. حاجی چه خوشگله. سنگیه لاتی تره. ببین چیز قرصامو نخوردم. تکلممو از دست میدم بعضی وقت. کی بهتر از ویلیجر؟ کی بهتر از تو؟ که بهترینی. بیا اینجا حاجی. اینجا بود. هدشات شد حاجی. سبحان الله. حاجی شمشیر وان تپ میکنه. شمشیر رو پرت میکنید میخوره تو کلش میمیره. چه خفن. وقت مرگه. حاجی این فوق‌العاده است. بذار بخوابیم. بذار صبح شه بیدار شیم. من خیلی کار دارم. بعد بریم سراغ شمشیر آهنی. چون اینطور که بوش میاد شمشیر آهنیه خیلی خفن تره. الان من آهن از کجا بیارم؟ دهنم سرویس. بریم بچه. البته 2 تا شمشیر آهنی داریم. باید بریم تو غار. متاسفانه باید بریم تو غار. ولی هیچ عیبی نداره چون غار همین بغله. بابا من تو رو ندیدم. سورپرایز چرا میکنید یا آدم؟ من از کجا باید بچه برم تو غار؟ سلام خوب هستین آقا زامبیه؟ بابا بیا برو اونج. میدیم از شبا چی میخورم؟ قرمه سبزی با ماست اضافه. آهن. حاجی چقدر تو اینونتوریم خرتوپه. صدا زامبی میاد. برو اون بر بابا. برو بابا به ما نمیخوری. چرا بسته است؟ آهن. صدا اندلمل میاد. اندلمل. چند تا آهن داریم؟ 18. کمه حاجی کمه. البته بذار محاسبات ریاضی کنم. اگه هر کدوم 2 تا البته 2 تا نمیخواد شه. حاجی شمشیر جوری درست میشد من یادم رفت. یه دقیقه بچه‌ها ببخشید. من 2 تا میخواد. بله 2 6 2 7 14 درسته حاجی. ایول بنازم حاجی. الان یه دونه شمشیرت مشتی هم درست میکنیم. بریم بزنیم تو گوشش. ایول بریم ببینیم شمشیر آهنی دایموندی و من ندرایتی و واقعا نمیتونم درست کنم. پس میریم کریتیو اونو میکنیم. واقعا نمیتونم اونو درست کنم چون میدونی چقدر باید دایموند برم بگردم.
اینو واقعا از صمیم قلبم میگم، واقعا دلم برای این ماکف اما تنگ شده بود. اگه شما واقعا دلتون تنگ شده بود تو کامنت ها عدد 1 رو ارسال کنید. وای 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 پارمیدای من. اثرات کم‌خوابی باید شما عذر میخوام از شما اگر میبینید مهار من کارم رو انجام دادم دوستان. من به سمت بالا و روشنایی حرکت میکنم. حاجی یه ذره نون به من میدید، من دارم میمیرم. این چی؟ او مای گاد، F3 زدم بچه. یه دکمه رو زدم. چی زدم اینا اینطوری شدن؟ F3 و B رو زدم. درست شد بچه، همه دکمه ها رو زدم درست شد. خیلی خوب، بذار ببینیم شمشیر آیرونی چجوری. حاجی برد داره. او مای گاد، فهمیدی؟ حاجی برد بیشتر میره. یعنی الان یه سوال، این به این گرگه میرسه؟ نه الان به اون چی؟ بابا کار نمیکنه. الان این به اون رسید. چه خفن حاجی، پرام. چه باحال. ببینید بچه ها، شمشیر آهنی این بردی که پرت میکنی یعنی تا دور. ببین نکن چقدر زیاد میره، نکن. چه خفن. بعد شمشیر دایموندی و ندرایتی چیکار میکنه؟ فکر کنم بچه دایموندی برگ درخت رو میزد، ندرایتی هم میزد غار رو سوراخ میکرد، اینطور که من خوندم. بریم اونام تست کنیم. حالت بازی رو به کریتیو تبدیل میکنیم و اینا رو پرت میکنیم این تو و از اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 یه دونم که رفتین. سبحان الله. اینو میذاریم اینجا، اینا رو میذاریم اینجا. بعد او مای گاد درستش کردم بچه، درستش کردم. بذار ببینم الان. یعنی ما اینو پرت. چی؟ ببین تو کجا رفت، چه بردی بعد میزنه برگای درخت و خورد. رفت نون بگیره. نگاه کن تو کجا رفت نون بگیره حاجی. چه خفنه. فرض کن اینو مثلا تو ماکف سروایولت بیاری، بعد مثلا یه موجود داره زیاد حرف میزنه، خفشو اینطوری پرت میکنید، همه جنگل رو نابود کرد. سلام. ببخشید، فکر کنم تو رو نباید میکشتم. نره. ببینید خورشید پوشتیش به ماست. حاجی اینو ولش کن، اینو بذار اینجا. من الان خیلی دنبال اینم که ندرایتیه چی کار میکنه، چون احساس میکنم ندرایتیه خیلی باید خفن باشه. بذار الان تستش میکنم. الان میریم شمشیر بازی میکنیم. بذار اینا رو بذارم این تو. درست. بذاریم این چیه حاجی، واقعا سواله برام. بذار یه دونه سنگی چیز. ببین پیدا کردم بچه، دیوار رو پیدا. الان یعنی من تو رو پرت کنم، دکمه کیو بزنم. سبحان العلی. نه بابا. حاجی تو کجا میره؟ درختام خورد میکنه. نگاه. میره یه نون بربری میخره، سر راه خامم میخره، برمیگرده خونه. حاجی خیلی باله. یعنی الان زمین رو سوراخ میکنه این. بذار من فضولیم گل کرد. آره حاجی تو با این میتونی بری پایین. ایول حاجی ایول. ماینری یا واسه خود اشغال بازی. شمشیر اشغال بازی حاجی خیلی خفن بود اصلا. فکر کنید رو زامبی چی؟ زامبیو میکشه؟ نه نمیکشه. اگه بزنمه چی؟ نه. و پرت کنم چرا؟ زامبیو میکشه. ایول. خب بچه‌ها این ویدیو لذت برده باشید و هرچی کرده باشید. به خودم خیلی خوش گذشت. روسالیا خیلی دوستتون دارم. مرسی که این ویدیو رو دیدید. اگه دوست دارید این ویدیو من کف همایی براتون بیشتر بزنم، لایک ها رو منفجر کنید. همه اینا به لایک های شما بستگی داره. جدیدید حتما کانال بورت دنبال کنید. کلی ویدیو خفن میذاریم. من سپهرم و اینجا کانال همه ماست. با هم میخندیم، مانکرافت بازی میکنیم، اشغال میکنیم. اسپیات شاپ دو تا رو فراموش نکنید. برای خرید اکانت های فلکس و قانی مانکرافت برای ورود با پیکسل زیر 2400 اکانت دستتونه و پشتیبانی خفن. دیگه چی میخواید؟ کانال روبیکا و سایتمون داخل توضیحات هست. اگرم این دیتا پک خبر میخواید براتون داخل روبیکا میذارم. خیلی دوستتون دارم، سرتون رو درد نیارم. مرسی وقت گذاشتید این ویدیو رو دیدید. میبینمتون تا ویدیو بعد. رو خیلی بزرگ میسپارم و فعلا خدافظ.